سلام رفقا، وقتتون بخیر. توی این ویدیو میخوایم به صورت کامل و شفاف حافظه‌های ذخیره سازی رو براتون توضیح بدیم، چون الان چیزی که باب شده میگن که هارد دیسک از SSD سرعتش کمتره و SSD خوبه. حالا SSD های جدید هم SSD های M.2 هستش، ولی اطلاعات کاملی راجبشون تا حالا نبوده توی یوتیوب به زبان فارسی. به خاطر همین تصمیم گرفتیم که این ویدیو رو براتون بسازیم. به صورت کلی اگر بخوام خدمتتون عرض کنم، ما از حالا اینجا راجع به حافظه‌ای صحبت می‌کنیم که برای کامپیوتر و لپتاپ در همین حد هستشون. یه سری حافظه‌ها داریم که برای سرور و تجهیزات حالا اینترپرایز مثل استوریج و ایناست که حالا به اونا نمی‌پردازیم، فقط در همین حدی که اگر شما می‌خواین یک لپتاپ ارتقا بدین یا تهیه کنین یا یک کامپیوتر اسمبل کنین، این ویدیو خیلی میتونه کمکتون کنه. به صورت کلی ما دو نوع حافظه ذخیره سازی داریم. حالا حافظه نوع اول میشه هارد دیسک که همونجوری که اینجا توی ویدیو مشاهده میکنید دو تا مدل داره. این میشه شکل ظاهری یا همون فرم فاکتور که یکیش 3.5 اینچی میشه که اکثرا روی کیس ها از این هارد دیسک از قدیم استفاده میشده. یکیش هم 2.5 اینچیه که اینو برای لپتاپ ها اکثرا استفاده میکردن که اینا حالا به صورت مکانیکی هستش. حالا جلوتر بریم ما ویدیو طرز کار کردنش هم بهتون نشون میدیم. به صورت کلی خب این هاردها قیمت‌های پایین‌تری دارن و میتونین حالا تو بازار راحت‌تر تهیه‌شون کنین، منظور اینه که از لحاظ بودجه و قیمت. ولی خب سرعتشون واقعا خیلی پایین‌تر از هاردهای SSD الان هم استفاده میشن اکثرا توی حالا سیستم‌ها یا لپتاپ‌ها. اینجوریه که ویندوز رو روی SSD میبرن برای بوت شدن سریع یا نرم افزارهای خیلی حرفه‌ای و دیتا رو برای آرشیو کردن میارن روی هارد دیسک ها. قسمت دوم هم که میشه SSD ها که حالا ما با هارد دیسک در واقع تکلیفمون مشخصه، یعنی چیز خاصی نداره، خیلی هم متفاوت نیست. ولی توی SSD ها خب هی رفته مدل های جدیدتر اومد، اینا تکنولوژی هاشون متفاوت تره. یعنی فقط اینجوری نیست که ما بگیم اوکی SSD من نصب میکنم و سرعت سیستم میره بالا. باید بدونید که دقیقاً چه نوع SSD باید نصب کنید که حالا در ادامه توضیحات دقیق‌ترش رو خدمتتون میگم. خب اینجا میخوایم بهتون بگیم که از لحاظ عملکردی در واقع حافظه ها به چه شکلن. قسمت اول که میشه هارد دیسک درایو یا همون HDD که توضیحاتشو دادیم. قسمت دوم میشه SSD یا Solid State Drive، در واقع SATA، SSD SATA به شکل ظاهریش به این شکله و کابل SATA بهش متصل میشه. این کابل برق SATA است و این قسمت هم کابل دیتا SATA که به همون شکل توی هارد دیسک هم داریم. یعنی راه ارتباطی از طریق کابل و برقش هم از طریق پاور به صورت مستقیم به این حافظه ها متصل میشه. و جدیدترین نوع SSD که میشه SSD M.2 یا M.2 که این دیگه مستقیم روی مادربرد نصب میشه. از لحاظ سرعتی هم باز نسبتاً از SSD SATA بالاتر سرعتش و عملکرد بهتری هم داره. خب میریم که به توضیحات تک تک این حافظه ها بپردازیم. خب ببینین هارد دیسک حالا داخلش به این شکله، یعنی هارد دیسک از چند تا در واقع دیسک یا همون پلیت تشکیل شده که این دیسک ها از طریق یه سری هد این اطلاعات خونده میشه. حالا اون دستوراتی که شما توی کامپیوتر میدین اینا اجرا میشه، ولی همش مکانیکیه دیگه. به خاطر همینه که طول عمر کمتری داره. هارد دیسک آسیب پذیرتره نسبت به SSD و به صورت کلی خب قیمتش هم خب پایین‌تره، ولی SSD قیمت بالاتری داره. ولی شکل کلیش به این شکله. حالا توی این ویدیو مشاهده میکنین که مثلا یک دستور کپی پیست که شما میزنید چه اتفاقی داخل هارد
رخ میده. ببینید با همین سرعت، با همین حالت مکانیکی، خب استهلاکش قطعا از SSD خیلی بالاتره. یه بار دیگه من پلی میکنم، مشاهده کنید. شما فکر کنید برای هر دستور کپی پیست، دیلیت، فرمت یا اجرای نرم افزارها این در واقع به همین شکل داره عمل میکنه. خیلی خب، تو مرحله بعدی میریم سراغ SSD SATA 2.5 اینچی. ببینید شما اگر از هارد دیسک میخواید یه لول، یه استیج بیاین بالاتر، قطعا باید بیاین سراغ SSD SATA یا 2.5 اینچی. یعنی اگر سیستمتون قدیمیه یا انتخابی در واقع جزئی ندارین، یعنی مادربردتون ساپورت نمیکنه SSD M.2 رو، خب مجبورین SSD SATA تهیه کنین که همونجور که توی تصویرش مشاهده میکنین یه کابل برق SATA و یه دونه هم در واقع کابل دیتا SATA میخوره و میتونین اتصالش رو برقرار کنین و ازش استفاده کنین. توی SSD SATA سرعتش نسبت به SSD M.2 پایین تره، ولی نسبت به هارد دیسک خب سرعت خیلی بالاتری داره. یعنی اگر SSD روی سیستم یا لپتاپتون ندارین، حتما پیشنهاد میکنم که یه دونه SSD SATA تهیه کنین و روش قرار بدین، که چون کل سیستمتون رو از بابت لود شدن، یعنی بوت شدن ویندوز و لود شدن نرم افزارها و کار کردن باش خیلی خیلی بیشتر میکنه. بعد از SSD SATA میریم سراغ SSD های M.2. SSD M.2 هم خب مدل های مختلفی داره که اینجا فرم فاکتورشون رو خدمتتون میگم. توی SSD های M.2 یه مدل 22C داره، یه مدل 2242، مدل بعدیش 2260 میشه و 2280 که در واقع بیشترین استفاده روی 2280 بخاطر اینکه مادربردها راحت‌تر میتونین نصبشون کنین. منظور اینه توی بازار خیلی بیشتر هستش این SSD و اصولاً از 2280 استفاده میشه. این خب هم NVMe داره با اسلات در واقع درگاه PCIe، هم در واقع همون SATA، یعنی یه مدلش که قدیمی تر میشه همون SSD M.2 SATA که شما سرعتش با SATA معمولی یکیه، یکیش هم که میشه NVMe PCIe 3 و 4 که سرعتشون خیلی بالاتره. خب از بابت سرعت هم یه توضیحاتی خدمتتون بدم. ببینید اینجا انواع مختلف در واقع SSD رو داریم مشاهده میکنیم، حالا قیمتی و در واقع سرعت و فرم فاکتور و ایناش. ما حالا بقیه رو توضیح دادیم، فقط سرعتشون رو در جریان باشیم. ببینید SATA SSD سرعتش 550 مگابیت بر ثانیه است و M.2 SSD اگر SATA باشه همون 550 مگابیت، اگر NVMe باشه که میشه PCIe جنریشن 3 و جنریشن 4، جنریشن 3 که بابتر بیشتر، یعنی رو سیستم های متوسط حالا رو به بالا جنریشن 3 هستش که 3500 مگابیت هست و جنریشن 4 7500 مگابیت. ببینین اختلاف سرعت رو اینجاست که میگیم طرف مثلا میگه SSD من بستم، اینجا اختلاف سرعت مشخص میشه. حتی روی همون M.2 SSD اگر SATA باشه تقریبا چند برابر سرعتتون بالاتر میره وقتی که میارینش روی NVMe، حالا PCIe جنریشن 3 و 4، باز 4 هم خودش چند برابر. و این قسمت هم که به همون شکلیه، این NVMe SSD که بازم همون سرعت 3500 و 7500. در نهایت ممنونم که تا انتهای ویدیو همراه ما بودین. بر اساس سخت افزاری که دارین، با توجه به این ویدیو و توضیحاتی که دادیم، بهترین SSD رو برای خودتون انتخاب کنید. کانال ما رو سابسکرایب کنید. سوالی هم بود توی کامنت ها در خدمتیم. خدا نگهدار.